یگان انسان در دنیا برای شما از الله تعالی دیده مهربان است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که برای صحابه ها اترون هذه طارحه ولدها فی النار. یا زنی را به صحابه ها نشان دادن بعد جنگ در بعضی جایها مرده ها خواب بود، از بین مرده ها کودکش را جستجو میکرد، کودک شیرخوارش را گم کرد در وقت جنگ. بعد از آن از بین مرده ها کودک خود را زنده دریافت کرد. اول خیلی گریه کنان جستجو کرد، بالاخره یافت. کودک خود را وقتی که زنده یافت از خرسندی با آغوش میگرفت، بوسه میکرد و کنارش میگرفت. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابه ها سوال دادند که اترون هذه طارحه ولدها فی النار. آیا شما گمان میکنید که همین زن کودکش را به آتش میپرتاید؟ در یک چقوری آتش است، همین زن آیا همین کودک خود را به آتش میپرتاید؟ گفته سوال کردن. صحابه گفتند که کلا والله، هرگز قسم به نام الله تعالی مادر کودک خود را به آتش نمیپرتاید. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ والله لله ارحم بعباده من هذه بولدها. قسم به نام الله تعالی، الله تعالی به بندگانش مهربانتر است از همین مادر به کودکش. همین مادر به همین کودکش چند فایز رحم و مهربانی دارد. اولش که همین رحمت هم الله تعالی به قلب او داده است. الله تعالی از همین مادر به کودکش دیده و بندگانش مهربانتر است. بنابراین الله تعالی برای ما مهربان است.